این از اون کلیپاییه که حتما باید توی گوشی ذخیره داشته باشی. قطع شدن هر کدام از سیم ها در سیستم صوتی چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ اول از همه قطع شدن سیم تغذیه یا سوختن ترانس تغذیه یا آبخوردگیش. ببینیم چی شد. هیچی نداریم، زنگ نداریم، قفل باز کن نداریم، در باز کنم نداریم. حالا قطع شدن هر کدام از ترمینال ها. ترمینال AC که همون میشه ترانس تغذیه، اگر قطع بشه هیچی نداریم. ترمینال A در اکثر سیستم‌های صوتی و در الکتروپیک شماره 1. ببینیم قطع شدنش چه اتفاقی رقم میزنه. صدای گوشی به پنل رو داریم، صدای پنل به گوشی رو نداریم. سیم A. در باز کنم داریم در مدل 4 سیمه، در مدل 4 سیمه که A و B و C و D. قطع شدن B یا شماره 2 در الکتروپیک. صدای پنل به گوشی رو داریم، در باز کنم نداریم. در مدل 3 سیمه، در مدلی که گوشی ما ای و F داره، ربطی به پنل نداره، فرمان از شاسی گوشی میره. مهمترین ترمینال چه در سیستم های صوتی و چه در تصویری، ترمینال C یا C در الکتروپیک. همینطور که میبینین هیچی نداریم، در باز کنم نداریم. قطع شدن D، زنگ رو نداریم. و حالا نکته مهم در مورد زنگ. بعضی اوقات در سیستم صوتی شما ترمینال زنگ شما خرابه یا شاسی خرابه. در تمام بردهای صوتی شما قسمتی رو دارین که متعلق به زنگ شماست. در الکتروپیک ترمینال پیچیه و در اینجا دی داریم. الان ما میخوایم ببینیم این ایراد از شاسی یا ایراد از بردمونه، از آیسی زنگی که اینجا قرار داره. میام خیلی راحت سیم مستقیم از دی وصل شده سفید نارنجی. پس من سفید نارنجی رو میام به اینجا وصل میکنم. این برای تستش. ببینیم زنگ داریم. بله داریم.